آقا محمد خان قاجار، بنیانگذار سلسله قاجار، در سال 1797 میلادی در شوشا به قتل رسید. اما قاتلان او چه کسانی بودند؟ ماجرا از یک مشاجره ساده شروع شد. صادق گرجی و خداداد اصفهانی، دو تن از خدمتکاران آقا محمد خان، به دلیل سر و صدای زیاد مورد خشم او قرار گرفتند و شاه دستور اعدامشان را صادر کرد. اما چون آن شب جمعه بود، اجرای حکم به روز بعد موکول شد و آن دوباره به خدمت بازگشتند. همین تصمیم سرنوشت آقا محمد خان را تغییر داد. آن شب زمانی که شاه خواب بود، صادق گرجی و خداداد اصفهانی با کمک عباس مازندرانی وارد محل خواب او شدند و آقا محمد خان را با ضربات خنجر و چاقو کشتند. اما داستان یک راز دیگر هم دارد. صادق خان شقاقی، یکی از سرداران آقا محمد خان، پس از قتل به جواهرات و برخی وسایل شاه دست یافت و برخی منابع احتمال دادند که او در پشت پرده این توطئه نقش داشته، هرچند درباره میزان نقش او اختلاف وجود دارد. 3 خدمتکار، یک توطئه و مرگ پادشاهی که ایران را متحد کرده بود. اما سرنوشت قاتلان آقا محمد خان چه شد؟